چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. همه هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. آقا اول از همه صبحتون بخیر و دوم عذرخواهی میکنم اگه بچا این ویدیو رو دیرتر دارم براتون میذارم. یعنی معمولا من این سایت اینجوری خیلی حساس میاد و 8 9 صبح براتون میذارم. بهتون دلیلش رو توضیح میدم که چرا نتونستم بذارم. نمیتونید ببینید ولی باید بریم تو گردونش. ایونت ناروتو اومده داخل بازی و من گردونه حاشیه‌ایشو ندیدم. فقط میدونم چون توکن تاور اگه شما تو اون اومده که حداقل 7 8 جیم میبره و اوکی یا ابوالفضل بگیر. و بچا فکر کنم کلا یه حالت جدیدی از ستی دیگه میبینی، اصلا قرمز نمیدونم چیه. و بذار چیزای حاشیه‌ایش هم ببینم به چه شکله. اوکی یه دونه دنس اینجا داره. واو این دنسشه، دنس ناروتو خفنه. اینم خود اصلا لود نمیکنه. این توکن است فکر کنم. آره و اینم 3 تا کارته و بقیه‌اش هم متاسفانه لود نمیکنه. حتی خود ست هم لود نمیکنه بچا. ولی همونجوری که میبینید ست طلاییه، اولین ستیه که همراه با گرفتن ستش بهتون آواتارشو میده. و البته این دنس تبدیل شونده یا ابوالفضل. اوه این چقدر قشنگه حاجی، خیلی خفنه، خیلی خوشگله و حاجی چه ستیه. ولی فکر کنم حداقل 10,000 تا با این تفاصیل جیم ببره بچه‌ها. این خیلی چیز باحالیه و من خیلی دوستم ببینم توکنا چه شکلی و چه رنگیه، ولی متاسفانه لود نمیکنه برام. طبق معمول همیشه هم سرما خوردم و جوایز این وریش هم که بچه این چیه؟ چرا قم؟ ببخشید من معذرت میخوام کامل نگفتم. آره بچه این خلاصه از این. حالا بچه ها در حد یه خیلی خلاصه براتون میکنم بچه ها. عذر میخوام اگه اینجا قرار سرتون رو در بیارم. اگه حوصله توضیح ندارین یه دقیقه بزنین ویدیو 30 ثانیه بزنین جلو بچه ها. چی شد که من این سایت رو انقدر دیر براتون ویدیوشو گذاشتم؟ آقا من 8 خورده اومدم پاس سیستم روشن کردم، دیدم متاسفانه یه مشکلی بر سیستم من وقتی رو حالت اسلیپ میذارم پیش میاد که اینجوریه که چی بهش میگن، هی سیستم ریستارت میخوره خودش. یه دونه سکه زیر کارت گرافیک هست که بچه اونو باید در بیاری، یه دقیقه وایسی دوباره جا بزنی تا این مشکل برطرف بشه. و این کارو من تا حالا خودم نکرده بودم. آقا مبین قهرمان داره من اد میده، بذار اینو فعال کنم. این کار من خودم تا حالا نکرده بودم متاسفانه و همیشه تعمیرکار برام انجام میداد. امروز جمعه است و هیچ جای تو شهرم باز نبود و دیگه آخرین راهی که داشتیم خیلی خوب بود که مثلا برادر من اکثرش پنجشنبه شبا میاد مثلا خونه من پیش من میخوابه. بعد با سلطان غم و غصه رفتیم کل چیزا گشتیم با آقا سعید، کل شهر گشتیم، همه جا واقعا همه کامپیوتر فروشی‌ها مثلا تعمیرکارا اینا همه بسته بودن، هیچی دیگه. آقا سعید آوردیمش خونه. آقا سعید این 4 رو گرفت اینجوری انداخت رفت تو کیس. من گفتم کارت گرافیک رفت، ولی در کمال ناباوری سیستمم درست شد و من قبلا بچه دیده بودم چه جوری اینو درستش میکنن چون جلو خودم درستش کرده بودن دیگه، ولی بلد نبودم خودم انجام بدم. به سلطان غم و غصه آقا سعید توضیح دادم و واقعا باورم نمیشد سعید تونست درست